و درودی به پایان بهرتان پدران و مادران، برادران و کل آبونچیانی که این لحظه صدای مرا میشنوید. خواستم برایتان یک قصه واقعی را پیشکش نمویم که بسیار قصه دردناک است. ابو هریره رضی الله عنه تیز این واقعه را نقل میکرد. قسم به خدایی که جز او خدای نیست، به درستی چنین زمانی بود که از گرسنگی با شکم به زمین می ایستادم یا سنگی را به شکمم می بستم تا شدت گرسنگی را حس نکنم. و بار در راهی که پیامبر خدا و صحابگان از آن گذشت می کردن و به مسجد می رفتن نشستم و حضرت ابوبکر صدیق خداوند از او راضی باشد گذشت. من از او آیتی که از قرآن کریم بود سوال کردم، تنها به مقصد آن که در رفت گفتگو از گرسنگیم پی برده برایم خوراک دهد، ولی او میگه چنین نکرد و بعد گفتگو راهش را دوام داد. بعد از نزدم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گذشت، با او هم چنین کار تکرار شد و او نیز چنین راهش را دوام داد. و بعد از چند مدت میگه از نزد میگه رسول معظم اسلام خداوند از او راضی باشد گذشت، طرف من تبسم کرد، مرا دیده از چهره‌ام پی برد که در دلم چی میگذرد و من در چه احوالم و به من مراجعت کرد: ای ابو هر. من جواب دادم: اینجایم ای رسول خدا. پس گفت بیا و من از پسش رفتم. به خانه اش در آمد. من اجازت پرسیدم، او برایم اجازت داد که در آیم. او آنجا کاسه شیر را دیده پرسید: این شیر از کجاست؟ گفتند شیر را فلانی برایت فرستاد ای رسول خدا. او گفت: ای ابو هر، این جایم ای رسول خدا. جواب دادم. پیامبر خدا درود بر او به من فرمود تا نزد مردمی که در زیر سایبان زندگی میکنند بروم و آنها را نزدش بخوانم. ابو هریره میگوید مردم زیر سایبان بودن مهمان اسلام بودند. آنها در مدینه نه عائله داشتند، نه پول و مال، نه خویش و اقرب، نه چیزی دیگر. وقتی که پیامبر خدا صدقه می آوردند او همیشه یک قسمش را به آنها میداد و خودش از آن نمی گرفت. اگر به او چیز تحفه می کردن قسمش را به آنها روان می کرد و قسم دیگر را خودش می گرفت. سخنانش مرا غمگین کرد. به چه خاطر؟ و به خود گفتم که این مگر برای آدمان زیر سایبان بوده است؟ من سزاوارترم نیمی این شیر را بخورم، لااقل که از این کاسه که هست لااقل نیمش را بخورم و با قوت شوم. با خود فکر کرد حضرت ابو هریره اگر آنها آیند، او میفرماید پیامبر خدا که اول کاسه را به آنها برم و تا نوبت من با گمان است که برسد یا که نرسد، که در کاسه چیزی میموند یا که نمیموند. از بس که درباره نافرمانی به الله و رسولش سخنی هم بوده نمیتواند، من نزدشان رفتم و آنها را دعوت کردم که پیامبر خدا شما را به نزدش فریاد کرد. آنها آمده اجازت وارد شدن را پرسیدند. پیامبر خدا اجازت داد. آنها در آمدند. پیامبر خدا درود بر او گفتند: ای ابو هر. من جواب دادم: این جایم ای رسول خدا. آن حضرت فرمود: کاسه را بگیر و به آنها دراز کن. من کاسه را گرفته به هر یک نفر آنها با نوبت دراز کردم. هر یک آنها تا سیر شدن نوشیدند. ببینید دوستان عزیز، معجزه رسول خدا را که یک کاسه آب که یک کاسه شیر که چندقدر شیر دارد به تمام شخصانی که در اونجا حضور داشتند به یک آنها میگه دراز کردم. این حدیثی صحیح هست. میگه دراز کردم، هر یکی آنها میگه نوشیدن تا سیر شدن. و نوبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد.
او کاسه را گرفته به دست خود گذاشت و به من نگاه کرده تبسم کرد و گفت ای ابوهر. گفتم اینجایم ای رسول خدا. بعد گفت تنها من و تو ماندیم. من گفتم تو راست گفتی ای رسول خدا. پیامبر خدا فرمود بنشین و از این بنوش. حضرت ابو هریره میگه من نوشیدم و او بنوش گفتن را دوام میداد تا آن که من گفتم. حضرت ابو هریره میگه من تا زمانی که سیر شدم نوشیدم شیره و پیامبر خدا باز ادامه میداد که بنوش. و چی گفت میگه حضرت ابو هریره؟ گفت من دیگر قسم به آن ذاتی که تو را براستی فرستاده است من دیگر نوشیدن نمیتوانم ای پیامبر خدا. آن حضرت گفت اکنون آن را به من ده و او حمد خدا را پیامبر خدا حمد خدا را گفته با لفظ بسم الله الرحمن الرحیم باقی مانده اش را نوشید. کتاب از صحیح بخاری صفحه 1515 گرفته شده است. این قصه دوستان عزیز، از این قصه ما برای خود چی گرفتیم دوستان عزیزم؟ اول این که ببینید که صحابگان بهترین شخصانی هستند که اونها پیامبر خدا رو با چشم خویش دیدن، با پیامبر خدا صحبت کردن. چندین حدیث های زیاده میگه از پیامبر خدا حدیث روایت کرده حضرت ابو هریره. ولی ببینید دوستان عزیز که میگه قسم به خدا از گرسنگی شکم به شکم خواب میرفتیم تو گرسنگی را احساس نکنیم، در شکممون سنگ میبستیم تا گرسنگی را احساس نکنیم. امروز ما چی؟ این قدر نعمتی که الله برای من و تو داده است ای برادر و خواهر عزیز، اگر شکرانه الله نکنیم قسم به خدا خار میشویم. الله میگه که اگر نعمتی را که من برای تو دادم اگر تو اون نعمت شکرانه بکنی ما اون نعمت زیاد میکنم. اگر کفران نعمت کردی پس آینت ترخار زلو و اون نعمت دست میگیریم. پس ما باید کوشش بکنیم که به نعمتهای داده الله شکرگزار باشیم. دومین از این قصه گرفتیم که معجزه رسول خدا رو ببینید که با یک دیدن حضرت ابو هریره احساس کرد که در دل او چی میگذرد، گرسنگی او رو احساس کرد. و دیگر معجزه‌اش این که یک کاسه شیر که بود چقدر آدم میگه از اون استعمال کرد نوشیدن و باز میگه از اون کاسه زیادی کرد. بله دوستان عزیزم، اینک رسیدیم به پایان قصه دیگر. الله متعال دستامون رو میبرداریم پیش، دعا میکنیم که پروردگار به این گفتگیامون عمل کردن برای ما نصیب و روزی بگرداند. باز هم وطن تاجیکستان عزیز آبادتر و زیباتر و خوشروتر بگرداند. پروردگارا انا توفیق عمل کردن در راه راست در راه درست رو از تو خواهان هستیم. و با شما بودم بنده عبدالله یک شما را از برای الله پاک دوست می‌دارم. انا خواهش میکنم فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیو بنویسید تا در آینده چگونه ویدیوها را براتون پیشکش نمایم. بنده کوشش میکنم براتون بهترین چیزها را با سندهای صحیح و درست پیشکش نمایم. خدا یار و مددگار ما و شما باشد. دوستان عزیزم در حق بنده به دعا باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در آخر خواستم یک قصه کوتاه دیگر را براتون پیشکش نمایم. میگوید کودک را قصه کردن، میگوید سر به سجده نهاده و اشک میریخت. راهگذر این حالت را دیده به حیرت افتاد. به نزد کودک آمده سؤال کرد پسرم این همه اشک بهر چیست و سجده کردن چی معنا دارد؟ میگوید کودک با نگاه شیرین و زبان لرزان به مرد گفت عشق خدا و ترس آتش دوزخ است. مرد گفت آتش دوزخ؟ مگر تو در سال هستی که در فکر اینها باشی؟ تو حالا کودکی و وقت داری. و سوال کرد تو از کجا میدانی که فردا تو رو به دوزخ می اندازن؟ کودک گفت از عمل مادرم. مرد گفت مادرت چه عملی کرده است؟ کودک گفت
وقتی که مادرم آتش دیگدان را بلند می کرد، اولین شده چوبهای باریک و خرد را به آتش می افکند. من باشم قرار دادم که شاید در دوزخ با این خردیم وارد شوم. من تاب این را ندارم. مرد را اشک به اختیار از چشمش جاری گردید و گفت خوشا به حال مادری که تو بر این فرزند را به دنیا آورده است. واقعا سجده معبود سین و سال نمی شناسد. خدا دائم و هست و وظیفه ما بندگان پرستش کردن الله است. و السلام علیکم و رحمت الله.